کاش جنوب ایران هم مثل جنوب لبنان بود. یعنی چی؟ الان جنگ بد شد خیلی؟ جنگ مگه برکت و خوبی و خیر و برکت نبود؟ مگه حمله آمریکا به جمهوری اسلامی نیست؟ خب بگین آقای جنوب ایران واسه چی ناراحتی؟ داری آزاد میشی. به جایی که استوری بزنین بگین بچه‌های جنوب کل میزو حساب کردن، همین سلبریتی‌ها بیاین استوری بزنین بگین بچه‌های جنوب اصلا خیالی نیست، راحت باشین، ول کنین، دارین آزاد میشین. حمله به شما نیست. تو ماهیگیری که داخل جنوب میری داخل دریا ماهی صید میکنی و اسکله ماهیگیری تو موشک میخوره، برو استوری بذار آقای سلبریتی، بگو تو موشک نمیخوری که داری جمهوری اسلامی موشک میخوره، تو انشالله میری ماهیگیری میکنی. یهو چرا فاز عوض کردین؟ فکر کردین ماها مثل شماها فراموشکاریم یادمون میره گذشته‌تونو؟ گذشته 10 سال پیشتون نیستش که بخوایم فراموش کنیم، گذشته کمتر از 1 سال پیشتونه که شماها اون روزی که میناب موشک خورد سکوت کردید، اون روزی که برای اولین بار در لامرد 720,000 ترکش رو سر مردم لامرد ریختن و برای اولین بار این موشک رو خواستن رو مردم ایران تست کنن سکوت کردید.